صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را از موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت تاجیکان ادامه می دهیم. خلاص کلام از نظر تاریخ‌نگاری شرقی قلمرو بلخ و باختر و سوخت قدیم پایگاه دولت و دولتداری سلاله کیانیان بوده است. اوج بالاروی دولت کیانیان به زمان پادشاهی گشتاسپ و ظهور زردوشت راست می‌آید. محض در همین دوره صنعت شهرسازی و بنیاد نمودن استحکام و قلعه‌ها گسترش یافته به طبقه‌های اجتماعی جدا شدن اهل جامعه قوت می‌گیرد. اصالت شهرنشینی به زیست و زندگی نیاگان ما راه یافته در پهناهای دو ساحل دریاهای آمو و سیر صدها شهرهای خرد و بزرگ قامت می افرازند و هزار شهر بلخ و باختر را به تقلید نخستین کشور آریایی ها و آرمان های احیای آن شهر اساطیری آریا شهر نام می گذارند. به قول واقع‌نگاران و مورخان عهد کهن همان بلخ و باختر یا خود آریا شهر باستانی نخستین دولت تاریخی نیاگان ما و سلاله کیانیان شاهان آن بودند. نظر تاریخ‌نگاران غربی از سرآمد آنها گرداد سر کرده آید به دولت و دولتداری باختر قدیم چندان مفصل و دامنه‌دار نیست. آنها از بلندی امپری ابرقدرت هخامنشیان به سرزمین دور و پراسرار و در عین زمان توانا و پرقدرت باختر نظر افکنده در سیمای آن یکی از رقیبان توانا و صاحب نفوذ را می‌دیدند. از معلومات‌های مختصر و اخبار پراکنده مورخان عهد عتیقه شکوه و جلال و اعتبار و صلابت باختر قدیم احساس می‌گردد که با دولت توانای هخامنشیان قدرت حریفی کردن داشته است. از آمیزش این دو نظر پیش‌روی ما نخستین دولت و دولتداری نیاگان تاجیکان باختر و سوخت قدیم پدید می‌آید. البته همه پهلوهای این دولت و دولتداری با همه جزئیات و تفصیلاتش برای مورخان و باستانشناسان دسترس نگشته است، ولی صدها دلیل موجودیت این دولت و دولتداری را دیگر انکار کردن امکان ندارد. همین طریق باختر و سوخت قدیم یکی از قدیمترین مرکزهای تمدن و یکی از نخستین دولت‌های بود که در زمان پادشاهی گشتاسپ نماینده سلاله کیانیان تشکل یافته پایگاه نخستین دولت و دولتداری نیاگان تاجیکان را پدید آورد. چنان که در بالا دیدیم باختر و سوخت قدیم به تمدن بشری نخستین قاموسنامه عهد قدیم اوستا و نخستین سرآمد آیین نیک زردوشت را داد. درخش و جلای جاویدانه اوستا و تعلیمات عالمگیر زردوشت هزار ساله ها را پس سر نموده تا قرن ما رسید. از سرچشمه زیابخش اوستا و کش زردشتی آیین‌های دیگر برخوردار گشتند. باختر و سوخت قدیم گهواره نخستین دولت و دولتداری، مادر نخستین شهر و شهرستان‌های نیاگان تاجیکان گردید. بیهوده نیست که هزار شهر باختر همان آریا شهری آوازدار می باشد که توصیفش بارها در شاهنامه فیردوسی و دیگر تاریخنامه‌های عهد کهن آمده است. رام کردن اسب اشتر باختری و آفریدن ذات‌های بهترین آنها برای نیاگان ما در تمدن و دولتداری را شد. نیاگان تاجیکان با اسب اشترهای چابکسیر خویش نخستین تاجران و سوداگران کشورکشای ممالک مشرق و مغرب گردیدند. محض با شرافت همین اسب اشترهای کشورکشا بنیاد راه لاجورد گذاشته شد. شاهراه بزرگ ابریشم به دوردستترین مملکت‌های عالم رفته رسید. دولت باختر و سوخت قدیم با وجود صحیفه‌های تاریک و ناروشنش که تا زمان ما قریب نرسیدند یک دوره خیلی عجیب و خاطرمان تاریخی را فرا می‌گیرد. در تاریخ تمدن و دولتداری دنیای کهن علل خصوص
сарзамини Осиёи Миёна ва Осиёи Пеш ин давлату давлатдорӣ саҳми хеле бузург гузоштааст, вале аз сабаби хеле кам ва пароканда будани сарчашмаҳои хаттӣ, ҳаматарафа омӯхта нашудани осори бостоншиносӣ, мавриди ҷамъбасту таҳлили мукаммали илмӣ қарор нагирифтани маълумотҳои мавҷуда, саҳифаҳои рангини ин давлату давлатдорӣ аз мадди назари таърихнигорон то андозае дур мондааст. давлати бохтару суғди қадим аз рӯи нишонаҳои давлатдорӣ, расму оини идоракунӣ, дастгоҳи маъмурию назоратӣ, анъанаҳои хосаи кишвардорӣ, мавҷудияти дастаҳои тавонои сипоҳиёну лашкари савора, ҳифзи сарҳадҳои кишвар, санъати хосаи шаҳрсозӣ, бунёди истеҳкомҳои ҳарбӣ, ривоҷу тиҷорати муомилот, вусъат ёфтани роҳҳои корвонгард, густариши илму фарҳанг, риояи меъёрҳои оинию ахлоқӣ ва дигар омилҳои мавҷуда ҷавобгӯи низоми нахустин давлатҳои дунёи қадим буд. аз тухми ҳамин давлати нахустин, тамаддун ва давлатдориҳои минбаъдаи ниёгони тоҷикон сабзида бо шӯҳрати азалӣ ва овозаи оламгираш то интиҳои қарни 20 ва оғози ҳазорсолаи сеюм омада расид. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.